نیاز داشتم یکی گوشمو بپیچونه که شروع کنم بعد از این همه سال و خیلی هم سخت بود. این صحبت‌ها هیچ ارتباطی به پادکستم نداره. میخوام در مورد چیزی صحبت کنم که مدت‌ها خودم درگیرش بودم. اعمال کاری که ریشه در پرفکشن یا همون کمال‌گرایی داره. من فکر میکنم کسایی درگیر کمال‌گرایی میشن که یک حرفه‌ای رو بلدن. اصلا بحث خودم نیست، این چیزیه که در موردش یک کمی تحقیق کردم، یک کمی جستجو کردم. چون کسی که دیدم، یعنی این خروجی رو توی کسایی که آنچنان اطلاعاتی ندارن، آنچنان حرفه‌ای کاری رو انجام نمیدن ولی استمرار دارن و خروجی دارن، توی هر زمینه‌ای، توی هر شغلی، توی هر حرفه‌ای. و اتفاقا من فکر میکنم کسایی که درگیر کمال‌گرایی میشن اون کاری رو که باید انجام بدن اون خوب انجام میدن و حرفه‌ای انجام میدن. و اینکه حالا ریشش کجاست و از کجا میاد و اینا اصلا توی این ویدیو نمیگنجه، تخصص منم نیست که بخوام در مورد این مسائل صحبت کنم. فقط میتونم راه حلی که حداقل واسه خودم کاربرد داشته رو بگم. شاید به درد کسی خورد، شاید کسی تونست ازش استفاده‌ای بکنه و یه تکونی به خودش بده. 20 سالم بود که ضبط میکردم یه چیزایی برای خودم و یه موزیکی میذاشتم روش و یه فضای پادکستوری درست میکردم و اون موقع میذاشتم توی کانال تلگرام، اگه اشتباه نکنم یه کانال شخصی داشتم با دوستام که موزیکامو اونجا میذاشتم. گاهی هم یه سری پادکست که نمیشه گفت، یه سری وایس آرت، چی بگم الان بهش، یه سری وایس های کوتاه میذاشتم که موزیکی هم زیرش بود و با همون 20 نفر 25 نفر دوستام که توی اون چنل بود که هنوز همون چنل رو دارم، موزیکامو توی ماشین از اونجا پلی میکنم. یهو میدیدم 2K 3K، منظورم این کی هزاره، فوروارد میخوره. بعضی وقتا حتی 4-5 هزار نفر هم فیدبک داشت و پلی میشد. این واسم عجیب بود. یه شب یهو تصمیم گرفتم همه وایسامو پاک کنم و این کارو کردم و این حس بهم دست داده بود که خب این کار خوب نیست، این صدا خوب نیست، این چیزی که الان ساختی خوب نیست، بد ضبط شده، صدات قشنگ نیست، باید بری حرفه‌ای بشی توش و باید یه مسیری رو بری صداتو بسازی و از این داستانا. بله، شما باید وقتی میخواین یه کاری رو انجام بدین، مخصوصا تو زمینه هنر، بهتره که توی اون کار اون مراحل یادگیری رو طی کنید. تقریبا میشه گفت 13-14 سال گذشته از اون تایم. یه روز با آقای سلیمی یه صحبتی داشتیم و قرار شد پروژه کوچیکی رو انجام بدیم. آقای بهنام سلیمی پادکستی ضبط کنیم برای یکی از دوستان. اینجوری شد که پادکست رو ضبط کردیم و توی خونه خودم هم ضبط کردیم و